چرا این تتو روی دست مدونا هست؟ حتی روی دستمونم هست. این معنی واقعی لیلیه. این نماد کابالایی درخت زندگیه. نشون میده آگاهی چطور به مادیت ختم میشه. هر شیء اطراف ما اول یه تفکری در خودآگاه بوده و به دنیای مادی رسیده. هر دایره نیرویی از خودآگاهیه. ملکوت زمینه، اثیر آگاهی خالصه، نور خالص و پتانسیل جاودان. الگوی بدن ما هم همینه. تمام خلقها توی ذهن و مغز آغاز میشه و بعد به دنیای مادی و ملکوت میرسه. به پاهای ما زمین مادی رو لمس میکنه. خیلیا رو این درخت مطالعه کردن. با یاد گرفتن این نیروهای خودآگاه میتونیم از این نیروهای خودآگاهی استفاده کنیم تا چیزها رو به دنیای مادی بیاریم. به این میگن جادوی کابالایی. یا میتونی از این ترسها برای صعود روحانی استفاده کنی. تصادفی نیست که جمع کلمه آدم میشه 10. آدم اولین مخلوق انجیل بود. ما توسط این 10 نیروی آگاه خداوندی خلق شدیم. واسه همین 10 عدد داریم. واسه همین زبان عبری 22 حرف داره. برای 22 راه این درخت 10 دایره، یک سفیر مخفی دانش و 22 مسیر میشه 33. این راز عدد 33 هست. حتی مسیحیت هم به این مربوطه.